سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امروز اومدیم با یک مثال در اکسل. ما میخوایم یک سری فایلی رو داریم که داخلش یه سری مقداری هست، تو هر کدومشون یه سری اطلاعات مشترک داریم. به طور مثال من این فایل رو باز میکنم. یک فایلی هست که سیتی نیمش رو نوشتیم مثلا شیراز، تعداد مرد و تعداد زن و توتال و جمعش رو اینجا نوشتیم. 3 تا فایل داریم. 3 تا فایل اطلاعاتشون مشترک هستن. ما این فایل رو فرستادیم برای کاربرای شهرامون یا شهرستانامون. این فایل رو تکمیل کردن به ما دادن و ما میخوایم توی یک فایل اصلی جمع این 3 تا فایل رو داشته باشیم. یک فایل داشته باشیم، فایل مین یا فایل اصلی ما، یه دکمه براش بذاریم که به محض این که روی این دکمه کلیک میکنیم خودش بیاد اون 3 تا فایل رو برای ما محاسبه کنه، جمعش رو درون این فایل اصلیمون قرار بده. خب ما میخوایم بریم اینو کدنویسیش رو انجام بدیم و این کار رو با اکسل انجام بدیم. روش‌های مختلف زیادی هست که ما میتونیم اینو انجام بدیم. من اومدم با کدنویسی VBA اینو انجام دادم و یک روشیه که میشه گفت مطمئن، سیفه و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب ما فرض بر این میگیریم که ما این فایل رو نداریم. من این فایل رو پاک میکنم و یه دونه از همون فایلایی که به مشتریات دادیم، به اون یوزرامون دادیم، گفتیم اینا رو برای ما تکمیل کن، به صورت خام برای خودم برمیدارم. اسمشو میذارم مین. فایل اصلی من هست. خب این فایل اصلی من قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره بیاد اینجا، من اینو میذارم توتال، قراره ما بیایم اینجا جمع این 3 تا خونه آس B3 و سلول C3 رو از توی اون 3 تا فایل بخونیم. از توی این 3 تا فایل ممکنه این 3 تا بیشتر باشه، بشه 100 تا فایل، 10 تا فایل، 20 تا فایل، فرق نمیکنه. من میخوام یه دستور بنویسم که برای هر تعداد فایلی که توی این پوشه قرار داره، توی این پوشه که پوشه مین، فایل مین قرار داره، بیاد اونا رو، اون 3 تا سلول رو برای من جمع کنه. خب ممکنه که شما تعداد زیادی سلول داشته باشید، ممکنه دیتاهاتون متفاوت باشه، این دیگه بسته به سلیقه خودتون هست. من این روشی که توضیح میدم برای همشون جواب میده. خب ابتدا من میخوام یک دکمه اینجا بذارم، یک باتون بذارم و کدنویسیمو رو باتون انجام بدم. توی سربرگ دیولپر میام. اگر این سربرگ رو ندارید توضیح دادیم یا تو توضیحات میتونید پیدا کنید که چطور اینو اضافه کنید. دیولپر میام، توی قسمت دیولپر اینجا دکمه اینزرت رو میزنم و یک باتون اینجا قرار میدم. یه دکمه هست که من میخوام کد محاسباتیمو توی دکمه انجام بدم. خب به محضی که اینو میذارم خودش یه ماکرو برای من میسازه، یه ایونت برای من میسازه به نام باتون 1.کلیک. من میام اینو نیو میزنم و توی این قسمت محیط مایکروسافت ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن میتونم کدنویسی VBA انجام بدم. خب خودش یه رویدادی رو برای من باز کرده، رویداد کلیک این دکمه. یعنی گفته وقتی روی این دکمه کلیک شد شما میخواید چه کاری انجام بشه. حالا من میخوام کدش رو بنویسم. کد رو براتون تو این دیسکریپشن ویدیو میذارم، میتونید این کد رو کپی پیست کنید. من کدش رو مینویسم و براتون کدش رو توضیح میدم که چی هست، ما اومدیم چه کاری انجام بدیم. خب من این کد رو کپی پیست کردم براتون که وقت ویدیو گرفته نشه. خب من اومدم چند تا متغیر اینجا تعریف کردم. یه متغیری اسمش گذاشتم FC استاتیک، یعنی متغیر داخلی از نوع عددی. اینتیجر یعنی عددی، یعنی مقداری که من دارم عددی است. خب اومدم چیکار کردم؟ یه FC گذاشتم که تعداد فایل ها رو برای من بشماره، چند تا فایل تو اون پوشه قرار داره. 3 تا متغیر گذاشتم T1 T2 T3. شما هر چی دوست داشتید میتونید اسمشو بذارید. بعد اومدیم این متغیرها رو چیکار کردیم؟ مقدار 0 بهشون دادیم. تو اولین باری که رو دکمه کلیک میشه مقدار درونی هر این 3 تا متغیر 0 دادم. حتی اومدم تعداد فایلم گذاشتم مقدار اولیه‌اش رو 0. بعد اومدم یه متغیر دیگه تعریف کردم. نگاه کنید، دایم
DIM مخفف دایمنشن یا تعریف متغیر در زبان ویژوال بیسیک هست. گفتم دایمنشن دایرکتوری از نوع استرینگ، فایل نیم از نوع استرینگ، شیت از نوع ورک شیت و آی از نوع اینتیجر. 4 تا متغیر تعریف کردم برای حلقه‌ای که میخوام بذارم. خب اومدم چیکار کردم؟ اینجا اومدم دایرکتوری که ورکشیتم، این ورک بوکم درونش هست، آدرسش رو گرفتم. این آدرس رو یه بکسلش بهش اضافه کردم. اومدم تمام ستاره دات XLSX کل فایلای اکسلی که تو اون دایرکتوری بوده رو ریختم داخل فایل نیم. خب اومدم گفتم تا زمانی که فایل نیم من مخالف خالی هست، این حلقه دووایله، یه حلقه تشکیل دادم. گفتم به مین کاری نداشته باش، یعنی اگر مینی رو دیدی که پسوندش XLSX بود، به مین کاری نداشته باش. به جدا از مین بیا فایلای دیگر رو باز کن. مقدار توی شیت 1 A3، مقدار A3 شو من اینجا نشونتون بدم. این مقدار A3 B3 و C3، این 3 تا سل رو برای من با بریز توی متغیر T1 T2 و T3. هر بار با مقدار قبلیش هم جمع کردم. یه کانتری هم گذاشته بودم، یه شمارنده هم گذاشته بودم برای فایلامو بشماره. بعد از اینکه این حلقه رفت کل فایلای تو اون پوشه رو گشت و مقدار رو جمع کرد، گفتم اگه خطایی داد اینجا خطا رو نمایش بده. مسیج باکس هست یا همون پیغامی که آلارم بهتون میده. گفتم اگر لوپم تموم شد، حلقم تموم شد، بیا در انتها توی رنج A3 این فایل مینی که من باز کردم متغیر T1 که جمع اون A3 های بالا بود، یا T2 که جمع اون B3 های بالا بود، یا T3 که جمع اون C3 های بالا بود و برای من بریز توی سلول C3 B3 و A3. در انتها هم یه پیامی به من نشون بده، تعداد فایلایی که بررسی کردی رو یه پیغام به من نشون بده و این تعداد فایل رو برای من نشون بده. خب من خیلی وارد جزئیات کد نویسیش نمیشم. شما میتونید این کد رو کپی پیست کنید و برای خودتون کاستومش کنید و اون قسمتاش رو تغییر بدید. خیلی نمیخوام وارد بحث جزئیات کد نویسی و حلقه ها بشم. میتونید از همین کد استفاده کنید. حالا جای متغیرها به جای A3 بذارید مثلا اون سلولی که خودتون دارید و اینجا بهش متغیر اضافه کنید. مثلا اینجا میتونید بذارید و T4 T5 همینجور اینا رو اضافه کنید. مقدار T4 رو مثلا بذارید مقدار اولیش رو 0. اینجا مثلا یه T4 دیگه اضافه کنید توی این حلقه. مثلا بیاید مقدارش رو هر سلولی که خودتون تو شیت 1 شیت 2 هر جایی که داشتید میتونید اینجا اضافه کنید و به همین منوال میتونید این کد رو کاستوم کنید یا تغییرات دلخواهتون رو بدید. من خیلی وارد جزئیات کد نویسیش نمیشم. خب من این کد رو که اینجا می نویسم، کلوز رو که میزنم، این کد اینجا قرار گرفت. من میتونم نام این باتوم نامم تغییر بدم، مثلا بذارم سام یا هر چیزی که دوست داشتم. خب الان کد نویسی من انجام شده. تنها موردی که هست وقتی من میخوام اینو سیو کنم، به من چون پسوند XLSX هست اجازه اجرای ماکروها رو نمیده. من میام حالا اینا رو خیلی تو ویدیوهای قبل من توضیح دادم تو شورت ویدیوها. من میام اینو به صورت XLSM یا Enable Macro گزینه دوم نوشته Enable Macro XLSM به این صورت ذخیرش میکنم که یعنی ماکرو من بیاد اتوماتیک اجرا بشه. خب نگاه کنید، من اینو اگر سیو نکرده بودم، چون من سیوش نکردم، اطلاعاتم پرید. ممکنه که اطلاعات من باشه ولی ماکرو من اجرا نشه، خطا بده. حالا اینا خیلی توضیحاتش پیچیده میشه. من وقتی میخوام اون فایل رو سیو کنم به صورت سیو از میزنم و از پسوند XLSM
یا اینیبل ماکرو استفاده میکنم و اون فایل قبلی رو میتونم پاک کنم. خب الان من اومدم یه فایلی رو ساختم که میاد جمع اون مقادیر رو برای من بذاره. اسم دکمه هم گذاشتم سام. وقتی که من این فایل اصلیم رو باز میکنم، روی سام که کلیک کنم خودش میره فایلای من رو میشماره. 3 تا فایل رو اینجا محاسبه روشون انجام داد و جمع اون 3 تا فایل رو برای من اینجا آورد. امیدوارم که مطالب این ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خدایا رو نگهدارتون.